90% خودتی. مثل این میمونه که تو بگی من همه این ابزار رو میشناسم. اینا رو همه رو گفتم به دمو برسم. سلام رفقا، به ویدیو من خوش اومدین. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. همیشه گفتم اول ویدیوم انقدری که من ذوق دارم توی این پلتفرم شما رو نگاه میکنم براتون باورپذیر نیست. دمتون گرم که حمایت میکنید، کامنت های خوب برام میذارین. خیلی خوشحالم که میبینم انقدر براتون مفید داره واقع میشه ویدیو من و این قضیه به طرز عجیبی به من انگیزه میده که بتونم بهتون یه تولید محتوای جذاب داشته باشم و حالا چیزایی که تا جایی که سوادم هست رو در اختیارتون قرار بدم. توی ویدیوی امروز میخوام در رابطه با شباهت عجیبی که بین فتوشاپ، بین برنامه نویسی و بین ترید وجود داره با هم دیگه صحبت بکنیم. شاید باورتون نشه ولی بالای 50% این سه تا بیزینس اگه بخوایم اسمشو بذاریم به هم شباهت دارن که جلوتر تو ویدیو خودتونم متوجهش میشید. حتما با من همراه باشید. ببینید دوستان، شما وقتی توی نرم افزار مثلا مثل فتوشاپ برای طراحی کار میکنین، یه سری ابزار وجود داره برای کات کردن، برای رنگ‌آمیزی، برای ساخت پلیت، برای هر چیزی یه سری ابزار بالاخره داره دیگه. یه نرم افزار که یک چیزی رو خلق بکنید، طراحی بکنید، ادیت بکنید. توی ترید و توی بازار مالی به خصوص مثلا کار کردن با یه صرافی دقیقاً این ابزارها وجود داره. یعنی ابزارهایی هستن که به شما کمک میکنن مثلا اندیکاتور بکشید، مثلا دکمه بای کجاست، دکمه سل کجاست. ارزم به حضورتون که آپشن‌های مختلف این پروژه‌ای که توی مثلا یه صرافی معرفی میشه به چه شکلی چجوری باید بخرم، ولتم انتقال بدم. توی برنامه‌نویسی هم دقیقاً همینطوره. مثلا شما باید بدونی که چجوری باید برنامه بنویسی، کدا کجا نوشته میشن، با چه ادیتورایی باید کار بکنی تو برنامه‌نویسی و خب تقریباً همشون یک سری ابزار دارن. حالا اینو گفتم به یه جایی برسم. ببینید، صرفاً کار کردن با این ابزارها مهم نیست. یعنی اینکه اگر من بلدم با ابزارهای طراحی، با ابزارهای برنامه‌نویسی و با ابزارهای ترید کار بکنم، میتونه به من درآمد هم بده یا نه؟ که قطعاً جوابش نه. ببینید، فتوشاپ شاید مثلا شما اگه یه ماه هر روز وقت بذارید تمام ابزاراشو میشناسید. یعنی دیگه چیزی نمیمونی که بلد نباشید. 100 تا 200 تا دکمه که بیشتر نداره. این چه کاری میکنه، این چه کاری میکنه، این چه کاری میکنه. یاد میگیرید که فقط با ابزارها کار بکنید، ولی یاد نمیگیرید که از اون ابزارها استفاده بکنید. توی ترید هم شاید شما بتونید توی یک ماه تمام دکمه ها، تمام لغات، تمام مفاهیم، تمام اصطلاحات رو بشناسید، ولی بلد نیستید ازشون استفاده بکنید. نمیدونید کجا چی بهتره. ببین، توی برنامه نویسی شما میدونید که باید یک سایتی رو طراحی بکنید، ولی نمیدونید که اون یه تیکه سایت که مثلا دکمه است یه لینک با چی نوشته شده، با چه کدی ساخته شده. میدونید چی میخوام بهت بگم؟ این نکات انقدر های اهمیته که بعضن شده طرف گفته من همه چی رو بلدم. یعنی من فول میتونم با متا تریدر کار کنم، فول میتونم از ابزار صرافی ها استفاده بکنم، ولی نمیتونم ترید بکنم. چرا؟ پول در نمیارم. خب خیلی طبیعیه من یه قلوپ آب بخورم. ببخشید. اینجا رو بعد دوباره بیام جلو با هم راحت صحبت بکنیم. ببین، شما وقتی میخوای رانندگی بکنی پشت فرمون، خب ابزار استفاده از رانندگی کردن که چیز پیچیده‌ای نیست. گاز و کلاژ و ترمز و فرمون و دنده و آینه و راهنماست دیگه. خب مثل این میمونه که تو بگی من همه این ابزار رو میشناسم، همه این دکمه های ماشین و کولر کجاست و اتومات کجا پارک میکنه و نمیدونم رادار ماشین چجوری فعال، همه اینا رو بلدم، ولی بازم آیا میتونی رانندگی بکنی؟ میتونی این ابزارها رو توی دنیای واقعی پیاده بکنی؟ ببین، آره یه جایی هست ما یک چیزی رو فرض میکنیم، هنوز اجرایش نکردیم به صورت فیزیکال که. یعنی من فقط میدونم تئوری این ابزارها اینجوری کار میکنن، ولی نمیتونم پیادهش بکنم. این مثالا رو سعی کردم واسهتون بذارم که یه چیزی رو متوجه بشید به سادگی. صرفاً اگر شما مثلا از یک ابزار پلتفرم معاملاتی مثلا متا تریدر میتونی استفاده بکنی، دلیل بر این نمیشه که اون شما رو تبدیل به تریدر بکنه. ببین، باید از اون ابزار استفاده بکنی، هی تست بکنی، هی بک تست بگیری، هی تست بکنی، هی بک تست بریزی، هی بک تست بگیری، ببخشید. و خب این قضیه باعث میشه که تو تجربه به دست بیاری. یعنی بذار ساده تر بهت بگم، یادگیری ابزار، یادگیری تئوری استفاده از ابزارهای بازارهای مالی یه پروسه 10% برای اینکه تو رو به کسب درآمد دلاری برسونه. 90% خودتی. 90. به من یه سری افراد میشناسم خیلی دکمه های ساده رو هنوز نمیشناسن ولی دارن پول در میارن، چون خودشو درگیر نکرده،
چون تا اون ابزاری که نیاز داره رو یاد گرفته. نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، میخوام این مثال نقض برات آورده باشم که متوجه بشی که کسی هم هست که حتی ابزارا رو نمیشناسه ولی داره پول در میاره. اصلا یه سری اندیکاتورا رو نشنیده تا حالا، اصلا یه سری آپشن‌های صرافی‌ها رو بلد نیست. مثلا میگه آقا چه میدونم الان به من تتر بده مثلا بر بستر TRC 20 یا مثلا بعد بریزمش اینور سواپش کنم، بلد نیست، کم میاره. خب واسه چی بلد باشه؟ نیازش این نیست. ولی یه موقع است با یکی صحبت میکنی فول همه چی رو بلده ولی تو اجرا عمرن نمیتونه این کارا رو انجام بده، چون فقط یاد گرفته. ببین ما یه مرحله آموزش دیدن داریم، یه مرحله اجرا دیگه، یه مرحله تست داریم دیگه، یه مرحله تجربه کسب کردن داریم دیگه. اون میشه دمو. اینا رو همه رو گفتم به دمو برسم. اکانت دمو اینجا بهت کمک میکنه. ببین تو نباید وقتی یه چیزی رو یاد گرفتی، یه خلبان هواپیما، یه خلبان هلیکوپتر، حتی اگه فول همه ی ابزارا رو هم بشناسه، دفعه اول که نمیشوننش پشت یه هواپیمای واقعی. میگم بیا برو تو اتاق واقعیت مجازی، یه کابین مجازی برات ساختیم، اونجا 10 بار پرواز کن، 100 بار سقوط کن، 50 بار درست پرواز کن. بعد اگر همه اینا بدون درصد خطایی درست انجام شد، حالا تازه با کمک راننده بشین، با کمک خلبان بشین، یه 50 بارم اونجا رو تلاش کن. تریدم همینه. یعنی شما اگر همه چی رو شناختی، اگر همه ابزارا رو یاد گرفتی، بهتره که اول تو اکانت دمو هی تست کنی، بعدش اکانت واقعی تو با سود بسیار، با ریسک بسیار کم انجام بدی. همه چی که دستت اومد بسم الله وارد جدی بازار مالی میشی. اونجا دیگه میری تو دنیای واقعی. اینا رو همه رو گفتم به این نکته برسم که دوستان، خیلی از بچه‌ها هستن که به جرئت سوادی که دارن توی شناخت ابزار، توی شناخت آپشن ها از خیلی از بزرگای بازارم بیشتره، ولی چون ورود نکردن به صورت جدی فکر میکنن که بازار باهاشون مشکل داره. نه، چون تجربه ندارن نمیتونن کسب سود بکنن. همه چیز در کنار هم دیگه، یادگیری، شناخت، تست، دمو، بر اکانت واقعی. اینا رو بهتون گفتم، امیدوارم که واسهتون مفید باشه. مطمئناً شما 100% از بنده بیشتر میدونید، من نمیخوام جسارت بکنم، ولی بالای 90% از افرادی مشکل رو دارن. فکر میکنن که صرفا یادگیری و شناخت یک سری دکمه ها میتونه اونا رو تبدیل بکنه به متخصص توی اون حرفه. این شکلی نیست. دمتون گرم که با من همراه بودین. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. هر کامنتی، هر لایکی که میذارید واقعا باعث میشه که من 100 برابر انرژی بگیرم. اگر پیج منو از اکسپلور میبینید ممنون میشم سابسکرایب کنید، اگر به دوستانتون معرفی بکنید که دیگه قرار رو تخمای چشم من گذاشتین. دمتون گرم، روزتون بخیر.